داخل شدن به مسجد به لباس‌های دریده، به لباس‌های پاره و چرکین و پر از داغ و پر از بوی بد. با وجود قدرت داشتن بر پوشیدن لباس‌های پاک، لباس‌های تازه، لباس‌های خوشبوی معطر، بسیاری از نمازگزاران را می‌بینیم که می‌روند به مسجد به لباس‌های کوتاه، به لباس‌های دریده، به لباس‌های داغدار و پر از بوی و افلاسی، با وجود اینکه در نزد الله ذوالجلال در نماز می ایستند. و این انسان را اگر طلب کنی که با همین لباس ها به نزد یگان رئیس، یگان حاکم رفته در روبروی اون سردار و اون حاکم بیستد، این انسان از نزد رئیس و حاکم رفتن با این لباس های دریده، با این لباس های کوتاه و این لباس های بویناک و پر از چرک و داغ انکار می کند. در حقیقت الله بندگانش را به زینت دادن هنگام رفتن به مسجدها تشویق می کند و می گوید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ای فرزندان آدم، زینتان خود را در هر مسجد برگیرید. به این ترتیب خداوند متعال بندگانش را به آراسته شدن، به زینت و پوشیدن عورت در هنگام حضور در مساجد جهت انجام دادن نماز و طواف دستور می دهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: اذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالی احق من تزین له. گفتند هر وقتا که یکی از شما به نماز می ایستید، پس بپوشد دو لباس خود را، زیرا الله تعالی حقدارتر است بر شخصی که در نزد اون شخص انسان خودش را زینت می دهد. یعنی الله حقدارتر است از اینکه بنده در نزد او تعالی خودش را نسبت به دیگران زینت دهد.